موضوع همدلی نوبت به موضوع صداقت و اصالت میرسه. ببینید صداقت از این جهت خیلی برامون اهمیت داره که فرد باهاتون صحبت کردم، گفتم وقتی که یک فردی میخواد با شما صحبت کنه، قبل از اینکه شما پیامی رو بفرستید، ارتعاشی که شما میفرستید خودش نشون دهنده همه چیزه. اما وقتی یک فردی میاد باهاتون صحبت میکنه، خواهشاً سعی نکنید با دروغ اون رو آرومش بکنید یا سعی نکنید با دروغ گفتن ذهنش رو از اون مسئله دور بکنید. اگر واقعا راجع به این موضوع اطلاعی ندارید، خیلی شفاف و خیلی صادقانه بگید من از این موضوع اطلاعی ندارم، این رو میتونید بگید. یا اگر که حتی اشتباهی از جانب شما بوده، میتونید این جمله رو بگید من نمیدونستم این موضوع اینقدر برای تو مهم هست، اینقدر برای تو آسیب زننده هست و من این اشتباه رو اینجا به خاطر ندونستنم مرتکب شدم. خیلی وقتا میشه با آدم‌های اطرافمون که برامون اهمیت دارن صادقانه و با اصالت رفتار کرد. اصالت از رفتار شما میاد. وقتی که شما صداقت رو و ثبات رو در رفتارتون داشته باشید، ناخودآگاه ارتباطی که میسازید ارتباط با اصالتی هستش. بعد از اون نوبت میرسه به پذیرش بدون قید و شرط. این هم خواهش میکنم یاد بگیریم همدیگر رو بدون قضاوت و با احترام بپذیریم، ولو اینکه رفتاری که داره اون فرد از خودش نشون میده ما بدونیم که اشتباهه یا بدونیم که متضاد ارزش‌ها و عقاید فرهنگی هستش که در جامعه ما حضور داره. متاسفانه ما دائما ذهنمون در حال قضاوت خودمونه. در ابتدا دائم داریم با خودمون حالت قضاوتگرانه برخورد میکنیم، چه برسه با اطرافیان ما یا نزدیکان ما که در کنارمون هستن. اما گاهی بهتره یه تمرینی برای خودمون انجام بدیم. هم سعی کنیم در وهله اول همونطور که بهتون گفتم خودمون رو قضاوت نکنیم. در مرحله دوم کسی که اومده با همون صحبت بکنه، سعی کنیم همونطوری که هست و همون رفتاری رو که برامون توضیح داده بپذیریم و سعی بکنیم که شنونده باشیم برای اون حرفی که داره بهمون میزنه و با احترام باهاش برخورد کنیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر داریم به کسی احترام میذاریم خیلی داریم برای طرف بهش حال میدیم به اصطلاح، ولی اصلا همچین چیزی نیست. احترام شما وقتی که خودتون محترم باشید اصلا در خودتون نمیبینید به انسان دیگه بی احترامی بکنید. این که ما برای همدیگه در جامعه احترام قائل باشیم جزء وظایف اولیه و وظایف انسانی ما به حساب میاد. بعد از اون نوبت میرسه به احترام متقابل که فرد هم باید برای شما احترام قائل باشه و این احترام متقابلی که هست احترامی هستش که باز هم شما به عنوان فردی که خودش برای خودش احترام قائله و مرزهاشو مشخص کرده برای خودش قائل میشه. میرسیم به گوش دادن فعال. گوش دادن فعال هم بهتون گفتم خیلی اهمیت داره. خیلی وقتا افراد فقط نیاز به شنیده شدن دارن که شما میتونید با تاییدهای غیر کلامی، با تکون دادن سرتون به اینکه آره من حواسم هست که داری راجع به چی صحبت میکنی، گاهی وقتا راجع در حد اینکه تایید بکنیدش یا کلام خودش رو تکرار بکنید دارید نشون میدید که من دارم به حرفای تو فعالانه بدون قضاوت با آرامش و با پذیرش تو دارم فقط و فقط گوش میدم. و بعد از اون هم نوبت میرسه به زبان بدن و نشانه های غیر کلامی. راجع به زبان بدن و نشانه های غیر کلامی بهتون بگم. ببینید کلام وقتی که انتقال پیدا میکنه فقط 3% از طریق بیان شماست و چیزی در حدود 97% اون از طریق زبان بدن و از طریق نشانه های غیر کلامی هست. زبان بدن موضوعاتی هستش که بادی لنگویج رو احتمالا شما این روزها خیلی زیاد شنیدید. خودشون دارای کلاس هستن، دارای کتاب‌های علمی مشخصی هستن که خیلی کمک کننده هست به درمانگران و خود اصلا افراد در جامعه. خیلی وقتا میتونن تشخیص بدن از روی نحوه نشستن، صحبت کردن، حرکات دست، تماس چشمی که فرد برقرار میکنه که فرد تا چه حد آنست صادق هستش و داره با صداقت برخورد میکنه و تا چه حد راجع به اون کار و عملی که داره انجام میده صادق نیستش و با ما رو راست نیست. اینو قشنگ نشون میده.
اما در مورد اعضای خانواده ما اجازه بدیم که اونها در کنار ما خودشون باشن. ببینید شما خیلی وقتا درمانگر نیستید و حتی به عنوان درمانگر هم خیلی وقتا نمیشه با توجه به بادی لنگویج اون طرف یه سری از رفتارها رو تشخیص داد. خیلی وقتها کمک کننده است، خیلی وقتها به ما نشون میده که الان راجع به این موضوعی که داریم صحبت میکنیم تا چه حد موفق بودیم، اصلا الان وقت صحبت کردن راجع به این موضوع هست یا نه، یا اصلا با توجه به عکس العمل فرد این موضوع دغدغه اون فرد هست یا نه. اینا رو خیلی به ما نشون میده. اما در مورد اعضای خانواده یه کمی بهتر هستش که ما دقت بکنیم، چون بهتون گفتم انتقال کلام 97% از طریق ارتعاشی هستش که ما ارسال میکنیم و رفتارها و ژست هایی که ما موقع صحبت کردن به هم منتقل میکنیم. نحوه نگاه کردنمون، از بالا به پایین نگاه کردنمون، 10 بار سر تا پای یه نفر رو زیر نظر گرفتن، از بالا به پایین نگاه کردن به افراد، خیلی سفت و سخت نشستن، چهره عبوس داشتن یا چهره گشاده داشتن، اینا تک تک برای ما حائز اهمیت و تک تک در داشتن ارتباط مؤثر نقش فعال رو ایفا میکنن. بعد از اون نوبت میرسه به ثبات و استمرار. ببینید ثبات و استمرار همونطور که در چند دقیقه قبل براتون صحبت کردم، ثبات شخصیتی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که باعث ایجاد ارتباط مؤثر میشه. حالا ببینیم چجوری میتونه باعث ایجاد ارتباط مؤثر بشه. وقتی که فرزند شما یا یکی از عزیزان شما برای مشکلی که براش پیش اومده میاد پیش شما و صحبت میکنه و شما به عنوان یک شخصی که دارای ثبات رفتاری هستید محیطی رو ایجاد کردید که این محیط امن بوده و اینکه شما راجع به اون اتفاقاتی که افتاده با کسی صحبت نکردید و تمام راز فرد رو پیش خودتون نگه داشتید و یا اگر خواستید که بازخوردی بهش بدید یک بازخورد مثبتی رو بهش ارائه دادید. این جلسه تمام میشه و حالا ممکنه که فرد بعد از چند روز یا چند ماه دیگه دوباره یه اتفاقی براش بیفته، دوباره بیاد با شما با توجه به جلسه اولی که با هم صحبت کرده بودید و به نتیجه مثبتی رسیده بود دوباره بیاد باهاتون صحبت کنه. وقتی که میاد باهاتون صحبت میکنه و مسائلش رو بیان میکنه، شما دوباره همین برخورد رو وقتی که باهاش نشون بدید، یعنی که نشون دادید من دچار ثبات رفتاری هستم. علل خصوص در سنین نوجوانی، وقتی که نوجوانهای شما با شما یا منظور مادر و یا پدر وقتی که وارد همچین ارتباطی میشن و متوجه میشن که مادرشون و پدرشون به عنوان دو تا ستونی هستن که دارای ثبات رفتاری هستن، یک محیط امنی رو براشون ایجاد کردید به عنوان خانواده و به عنوان خانه که اونها متوجه شدن اگر راه رو اشتباه برن، اگر دچار اشتباهات رفتاری شده باشن، اگر دچار اشتباهاتی در تصمیم گیری های خودشون شده باشن، باز هم میتونن به شما دو نفر به عنوان دو تا ستونی که براش محیطی رو ایجاد کردید که حائز امنیت و حائز حمایت هست به شما مراجعه میکنن و این بزرگترین برد در زندگی شماست. چون وقتی که در این مرحله قرار بگیرن فرزندان و بیان و با مادر و پدر خودشون صحبت بکنن و به جای پناه بردن به دوستانشون و به محیط‌هایی که در خارج از خانه وجود داره که ممکنه خطراتی که برای اونها خطراتی رو که برای اونها تهدید میکنه رو خیلی بیشتر بکنه و بیشتر بهشون آسیب بزنه، قطع میشه و فرد تمامی مشکلات خودش رو، ناراحتی های خودش رو و پناه امن خودش رو خانه و خانواده میدونه که این دقیق ترین نقطه‌ای هستش که ما باید بهش برسیم و فرد همیشه باید در انتهای ذهنش این رو داشته باشه که من یک نقطه‌ای رو دارم که نقطه امن و نقطه حامی من هست که اون نقطه خانوادگی من هست. بعد از اون میرسیم به انعطاف پذیری. انعطاف پذیری هم به این صورت هستش که ما ممکنه که به عنوان یک درمانگر یا ممکنه به عنوان یکی از اعضای خانواده که داریم یک رفتاری رو با یک فرد انجام میدیم به خاطر اینکه کمکش بکنیم که اون بهتر بتونه به زندگی خودش ادامه بده، یا داریم با فردی زندگی میکنیم که دچار اختلالات روانپزشکی هست. وقتی که ما این رو خودمون شخصمون عاطفی باشیم، وقتی که یک عکس العمل رو در مقابل فرد نشون دادیم و نتیجه گرفته نشده، این رو در خودمون ببینیم
میدونیم که ممکنه راه حلی که ما داریم میریم از ما اشتباه باشه. بهتره که ما با توجه به تیپ شخصیتی فرد، با توجه به نگرشی که داره نسبت به زندگی، یک سری تغییرات رو برای ارائه راه حل‌های بهتر به اون فرد ارائه بدیم و این انعطاف پذیری به ما کمک میکنه که حداقل یکی از طرفین ارتباط یک راه جدیدی رو ایجاد بکنه که این راه جدید ممکنه که خیلی مؤثرتر از 10,000 بار اون راه تکراری باشه که از قبل رفتیم هر دو و داریم تکرارش میکنیم. بعد از اون نوبت میرسه به اصول اساسی که در ارتباط درمانی وجود داره.